عیسی به چه نشونهایی اشاره کرد که پیروانش میبایست مراقب باشند و چه زمانی ما باید آگاه باشیم؟ او گفت بعد از تمام شدن آزار و اذیت‌های قرون وسطی ما بایستی مراقب نشانه‌های بخصوصی باشیم. همونطور که عیسی گفته بود، حدود 50 سال قبل از این که آزار و اذیت‌ها پایان برسه، پاپ در سال 1798 دستگیر شد. ایمانداران وفادار با رحمت خدا از دهه‌های ظلم و ستم نجات پیدا کردند تا کلیسا آمادگی این فرصت رو برای رسوندن انجیل به تمام جهان داشته باشه. ولی ما مراقب چه نشونه‌ای باشیم؟ در خورشید و ماه و ستارگان نشانه‌هایی ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملت‌ها از غرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد. لوقا باب 21 آیه 25.